سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوایم راجع به پروژه نوتپی صحبت کنیم. بعد از اینکه پروژه گرس که قبلا توی کانال معرفی کردیم لانچ شد و فیدبک های خوبی از پروژه گرس گرفته شد، همه توجه ها به پروژه نوتپی جلب شد و ما هم فوراً توی کانال اطلاع رسانی کردیم و نحوه در واقع شرکت در این پروژه را خدمت دوستان توی پستی توی کانال توضیح دادیم. منتها خیلی از دوستان سوال داشتن و ابهام داشتن، تصمیم گرفتیم که این ویدیو را بذاریم که به همه ابهامات پاسخ بدیم. خب اگر توی کانال سرچ بکنید که نوتپی، پست مربوطه براتون میاد و استپ بای استپ اونجا توضیح دادیم که چه کار باید بکنیم. خب از روی همین قدم ها میریم جلو دونه به دونه. اولین کاری که باید بکنیم، خب یه دونه اکانت باید بسازیم برای نوتپی. روی لینک ثبت نام که کلیک بکنیم فرم رجیستر برامون باز میشه و یک ایمیل در واقع وارد میکنیم و یک پسورد برای اکانتمون انتخاب میکنیم که حالا پسوردمون این 4 تا ویژگی رو داشته باشه و پسوردمون رو دوباره کانفرم میکنیم و این گزینه در واقع اگریمنت رو فعال میکنیم و رجیستر رو میزنیم. بعد از اینکه رجیستر زدیم منتقل میشیم به صفحه لاگین در واقع پروژه نوتپی که با ایمیل یا حالا در واقع یوزرنیم و پسوردی که دارید و اکانت ساختید اینجا وارد میشیم. خب من یوزرنیم پسوردم وارد میکنم و وارد میشم. دوستان وقتی که وارد داشبورد اصلی پروژه میشیم قسمت های متفاوتی داره که حالا دونه دونه با هم میریم جلو. برای شما ممکنه کمی متفاوت باشه چون من قبلا این پروژه ران کردم و استارت کردم، یه سری آیتم برام فعال شده. برای شما ممکنه هنوز فعال نشده باشه، به خصوص گزینه نتورک کانکشن حتما چک کنید که بعدا فعال بشه. خب استپ دوم افزونه در واقع نوتپی رو باید دانلود کنیم و نصب کنیم. برای این کار خب برای اینکه بتونیم ما این افزونه رو روی گوشی موبایل داشته باشیم نیازی که کیوی براوزر رو قبلا دانلود کرده باشیم. اگر هم از طریق نسخه وب تلگرام توی کیوی براوزر لاگین هستید میتونید اینجا مستقیما اوپن لینک رو بزنید، ولی خب حالا ما کپی پیست میکنیم که فکر کنم جنرال تر باشه. اینجا کپی پیست میکنیم لینک رو توی این قسمت بالا سرچ پیست میکنیم لینک رو و یه صفحه در واقع اکستنشن گوگل کروم برامون میاد، مشابه دقیقا چیزی که توی نسخه پی سی داریم. ببینید این گزینه آبی رنگ برای شما اد تو کروم نوشته شده اگه اولین بار این افزونه رو دانلود کرده در واقع بخواید دانلود کنید. برای من چون قبلا دانلود کردم الان ریمووش میکنم و الان اد تو کروم رو که بزنم این افزونه اینجا تایید میکنم و برای من اد میشه. وقتی که افزونه نصب شد از شما میخواد که مجددا لاگین کنید. خب میتونید با یوزرنیم پسوردی که داشتید لاگین کنید و وارد اکانتتون بشین. من لاگین میکنم. خب تا لاگین میشه این نکته خدمتتون بگم، خیلی از دوستان فقط اکانت ساختن و اکستنشن رو اضافه نکردن. این یعنی که شما اکانتتون اکتیو نشده و هیچ ایردراپی بهتون تعلق نمیگیره. پس حتما اکستنشن رو اکتیو کنید و مادامی که این اکستنشن توی بک‌گراند گوشی شما فعال باشه به شما ریوارد میده. حالا از این بالا اکستنشن رو باز میکنیم و ببینید اینجا کانکتد شده و اوکیه. اینجا هم نتورک کوالیتیه که حالا ممکنه بستگی به سرعت نت شما کمتر یا بیشتر بشه. خب اینم از اکستنشن. خب اکانتمون اکتیو شد. حالا
در ادامه قسمت های مختلف این داشبورد رو با هم بررسی بکنیم و بهتون یک سری نکات رو میگم. خب ببینید اینجا یه سری میژن داریم که دیلی در واقع ریوارد هست. سعی کنید اینا رو انجام بدید. بعد از اون دیگه چی داریم؟ اینجا در واقع کانکشن همونه. من الان 2 تا دیوایس به این اکانت هم متصله. یه سری میژن داریم که برای اکانت دیسکورد یا توییتر هستش که اینا رو حتما باید انجام بدید. اینجا هم استاتیستیک هستش که در واقع میزان دریافتی شما رو نشون میده. گزینه بعدی بخش رفرال پروگرامز شه که حالا شما میتونید اینجا لینکتون رو برای دوستانتون بفرستید که بقیه هم عضو بشن و حالا یه سری برنامه‌های اشتراکی که اینجا هستش. بخش خیلی مهمی که الان هستش میژن و ارن. دوستان این بخش رو حتما انجام بدید چون یکی از فاکتورهای مهم و در واقع اصلی ایردراپ این بخش است. حالا یه سری کلیما دارد که حالا خودتون میتونید انجام بدید. من ازشون عبور میکنم و بخش سوشال انگیجمنت میژنز. تو این قسمت اکانت دیسکورد و توییتر رو باید وصل بکنیم. خب کانکت دیسکورد رو من میزنم و اکانت دیسکوردم رو وصل میکنم. اگر قبلا اکانت داشتید که خیلی ساده یه صفحه‌ای براتون باز میشه که ببینید این شکلی شما آتورایز میزنید تمام. اگر اکانت جدید حالا ندارید یا جدید میخواید بسازید مثل من، یه این مراحلی که من انجام میدم رو میتونید انجام بدید. یه صفحه لاگین میاد که من ریجستر رو میزنم و اطلاعاتم رو وارد میکنم و حالا خیلی سریع از این قسمت عبور میکنیم. اینجا پازلش هم انجام بدیم و اینجا رو میتونید هولد کنید و درگ کنید بیارید سر جای خودشون بذارید، وریفای کنید. اینجا کانتینیو هم بزنید و اکانتتون ساخته میشه. بعد اینجا به شما میگه که در واقع به اکانتتون وصل بشم. نوت شما آتورایز میزنید. خب این اکانتی که جدید ساختیم هنوز وریفای نشده، نیازه که توی ایمیلمون بریم و اکانت دیسکوردمون رو وریفای بکنیم، در واقع اکتیو بشه در اکانت دیسکوردمون. ببینید اینجا وریفای ایمیل ادرس فور دیسکورد رو که باز بکنیم تایید میکنیم اکانتمون رو و وارد مجددا دیسکورد میشه که نیازی که یک بار حداقل داخل دیسکورد لاگین بکنیم که اکانتمون تایید شده باشه. خب این پازل هم میزنیم، وریفای میکنیم، کانتینیو تو دیسکورد. خیلی سریع اینجا لاگین میکنیم یک بار و ایمیل و پسورد اکانت دیسکوردی که ساختیم رو میزنیم و واردش میشیم. حالا ممکنه مثل من شما وریفیکیشن برای تلفن همراه نیاز داشته باشید که شماره ایران رو خوشبختانه قبول میکنه. همون شماره ایران رو میزنید اینجا، شماره موبایلتون رو، و این چرا نمیشه؟ یک بار دیگه بذارید من بزنم. ایران سرچ میکنیم، چرا اضافه نمیشه؟ خب انگار شد. این رو میزنیم و در واقع شماره موبایلمون رو میزنیم اینجا. نکست رو که میزنیم اینم تایید میکنیم که الان یک
SMS برامون میاد که در واقع کدی داره. اون کد رو به صورت اتوماتیک خودش وارد میکنه، نیاز نیست وارد کنید. اینجا مجددا پسورد دیسکورد رو باید بزنیم. خب پسورد دیسکوردمو میزنم و خب اکانتمون الان اوکیه. میتونیم برگردیم و وصلش کنیم به اکانت نوتپی. من این صفحه رو میبندم، یه بار دیگه کانکت تو دیسکورد رو از نوتپی باز میکنم. الان ببینید خب الان همه چیز اوکیه و اکانت منم میتونه بهش وصل بشه. آتورایز رو میزنم و همونطور که میبینیم اینجا اوکی شده، تیک خورده و میتونیم اینم کلیم بکنیم. خب این از دیسکورد. میمونه توییتر و حالا ایمیلمون هم که من قبلا وریفای کردم میتونید شما انجام بدید. یه ایمیل براتون میاد که اونو تایید بکنید و این گزینه هم براتون فعال میشه. الان بریم سراغ توییتر که وصلش بکنیم. وقتی که این گزینه کانکت تو توییتر رو میزنید یه همچین صفحه میاد که لازمه که به اکانت توییترتون ساین کرده باشید. خب من چون یه اکانت دیگه داشتم لوگات میکنم. حالا از این قسمت هم میتونید یه دونه جدید بسازید اگه ندارید. من برمیگم تو برنامه مجددا. بعد از اینکه ساین کردم وارد میشم این صفحه برام میاد. اون بالا میبینیم که اکانتمون درست لاگین شده باشه. خب آتورایز که بزنیم خیلی ساده وصل میشه و اجازه دسترسی نوتپی رو به اکانت توییترمون دادیم. اینم کلیم میکنیم. اینم از این استپ. ایمیلمون هم که وریفای کردیم. خب میمونه 2 میژن دیگه که این 2 میژن رو بهتره انجام بدیم، اما برای گرفتن مدال در واقع هیومن هود نیاز نیست، ولی بهتره که انجام بدیم. حالا من این یکیش هم انجام میدم و اکانت دیسکوردم رو مجددا به نوتپی وصل میکنم و اجازه دسترسی بهش میدم. وقتی که دسترسی بهش دادیم توی داشبورد که وارد بشیم میبینیم که در واقع این میژن هم کامپلیت شده و میتونیم کلیم رو انجام بدیم. حالا اون یکی رو من انجام نمیدم، خودتون بچه ها انجام بدید دیگه، خیلی طولانی نشه این ویدیو. و این از بحث در واقع سوشال مدیا انگیجمنت که الان ببینیم توی بخش در واقع مدال ها میبینیم که proof of humanhood برامون فعال شده. خب استپ بعدی کانکت کردن ولته که از قسمت اینجا مورا که بزنیم ارنینگ این قسمت میتونیم ولتمون رو کانکت بکنیم. این قسمت پایینم ریواردایی که توی هر سیزن گرفتیم و به تفکیک نشون داده. حالا من توی سیزن 0 نبودم، سیزن یک مقدار فعالیت داشتم و سیزن 2 که الان هستیم. اردراپی که توی دسامبر قراره داده بشه برای سیزن 0 و 1 هست بچه‌ها و این ددلاین 5 دسامبر هم برای اون دسته از دوستانیه که توی این 2 سیزن فعال بودن. پس اگر شما توی سیزن 2 وارد پروژه شدید احتمالاً بعد از سال 2025 یعنی توی جنوری سال 2025 اردراپ شما خواهد رسید. هر 2 ماه یک بار فکر میکنم اردراپش رو بده. پس قراره که هر مدت زمانی این پروژه اردراپ داشته باشه. پس اگر تازه جوین شدید به این پروژه یا هنوز جوین نشدید نگران نباشید، این پروژه ادامه داره و تا زمانی که توکن هاش کاملا توزیع بشه این پروژه ادامه خواهد داشت. هر زمانی که جوین بشید بهتون اردراپ تعلق خواهد گرفت.
من یه نکته هم راجع به پروژه گرس بگم. خیلی از دوستان حالا چون اردراپش رو داد، در واقع دور اول اردراپش رو داد، خیلی از دوستان کنارش گذاشتن و فکر میکنن تموم شده، در صورتی که اینطوری نیست. پروژه گرس هم مثل این پروژه هر چند وقت یک بار توکن های جدید توزیع خواهد کرد، پس همیشه فعال باشید. و همونطور که دیدیم توکن های پروژه گرس بعد از اینکه پروژه در واقع لیست شد، از 50 سنت و 70 سنت الان شده به 3.2 دلار. پس توکن های خیلی ارزشمندی داره، به هیچ عنوان از دستشون ندین. خب ادامه ویدیو ولتمون رو کانکت بکنیم. اینجا کانکت رو که بزنیم باید آدرس ولت سولانامون رو اینجا ایمپورت کنیم. من توی دو تا اپلیکیشن متفاوت این کار رو انجام میدم که حالا اگر دوستان هر کدومشو داشتن بدونن از کجا میشه آدرس ولتشون رو پیدا کنن. اولیش فانتومه که میتونید حالا دانلودش کنید، نصب کنید و یه ولت بسازید داخلش. و از اینجایی که من رفتم میتونید ولتتون رو در واقع ولت سولانا رو آدرسش رو کپی کنید. ولت دیگه OKX هم بریم ببینیم به چه شکله. وقتی که OKX رو باز میکنید، حالا چون فیلتره باید با VPN بریم داخلش تا بیاره بالا. VPN و ولت که باز شد، ببینید کنار این اکانتتون یه پنجره ای هست که این پنجره رو که بزنید آدرس بوکتون اینجاست. هر ولتی رو که بخواید میتونید اینجا آدرسش رو پیدا بکنید. الان آدرس ولت سولانا رو میخوایم و این رو کپی میکنیم. فرقی نمیکنه از کجا این آدرس رو پیدا کنید و ولتتون چی هست. فقط بایستی دقت کنید که حتما رو شبکه سولانا باشه که به مشکل نخورید. خب من آدرس رو کپی میکنم و این رو پیست میکنم توی این قسمتی که گفته اینتریور ولت ادرس و وریفای میکنم. خب ما اینو چون صفحمون رو بستیم یه بار دیگه رفرش کنیم که VPN هم خاموش کنیم. یه بار دیگه رفرش میکنیم. وریفای اوکی شد و کانفرم میکنیم. خب آدرس ولتمون اینجا وارد شد. بعد از اون بایستی این ولتی که وارد کردیم و از طریق ایمیل هم کانفرم بکنیم که به ما میگه که در واقع یک ایمیلی به شما ارسال میشه که بایستی اونو تایید بکنید. خب اینجا سند ایمیل رو که بزنیم بعد وارد ایمیلمون بشیم میبینیم که ایمیل اومده و ایمیل رو که باز بکنیم از ما میخواد که ولتمون رو کانفرم بکنیم. خب اینجا کانفرم یور ولت رو میزنیم و تایید میکنیم ولتمون رو و تمام، ولتمون کانکت شد، ولت وریفای شد. و الان که برگردیم توی داشبوردمون میبینیم که ولتمون کانکت شده. من یه رفرش میکنم. خب ولتمون هم به درستی کانکت شد. خب اینم از ولت، همه چیز آماده و اوکی شد. خب برگردیم بریم ببینیم چه نکات دیگه ای هست که میتونیم انجام بدیم توی کانال. خب استپ در واقع اپلیکیشن هم نصب بکنیم، استپ 3 رو که از طریق اون هم میتونیم ریوارد بگیریم. روی لینکش که بزنید، حالا اندروید یا آی او اس هستید، لینکش رو که باز بکنید از طریق گوگل پلی
من چون قبلا نصب کردم الان آپدیت برام فعال شده، میتونم آپدیت رو من انجام بدم و اینجا آپدیت رو میزنم، یه چند ثانیه آپدیت انجام میشه و اپلیکیشن رو باز که بکنیم شما با همون در واقع یوزر پسوردی که دارید توی اپلیکیشن وارد میشید و ببینید توی اپلیکیشن فقط همین قسمت هستش که متفاوته با اون نسخه وب که این بلاک ها رو هر 8 ساعت میتونید کلیم بکنید. توی اپلیکیشن فقط حالت نمایش داره و حالت کلیم داره. اون کارهایی که ما تا به اینجا انجام دادیم توی اپلیکیشن قابل انجام نیست. حتما بایستی از همون روشی که رفتم انجام بدید. خب این هم از اپلیکیشن، چیز خاصی نداره، فقط هر 8 ساعت میتونید این بلوک ها رو کلیم بکنید. گزینه بعدی گزینه ربات تلگرامه که نود وارز هست. این هم یه رباتیه که در واقع یه گیمیه که لانچ شده ولی هنوز تکمیل نشده. فعلا میتونید توش جوین بشید و یه سری ریوارد ازش بگیرید. حالا دیلی ریوارد داره و بخشای متفاوتی داره ولی هنوز در واقع گیمش آغاز نشده. میتونید حالا اینجا هم چیزای متفاوتی داره میتونید کلیم بکنید. چیز خاصی نداره اینجا، نودوارز چیز خاصی هم نداره. خب بخشای مهم در واقع پروژه نوتپی اینجا کاور شد تو این ویدیو. من سعی کردم از بیسیک توضیح بدم که همه دوستان بتونن استفاده بکنن. موارد تکمیلی تر بحث ووچر، اسکریپت و بحث نحوه گرفتن مدال ها رو سعی میکنم توی ویدیوی جداگانه‌ای بهش بپردازم. ممنون از اینکه توی این ویدیو همراه من بودید. این ویدیو رو برای دوستانتون به اشتراک بگذارید، حتما لایک و کامنت بگذارید برامون و برای اینکه بتونید از ویدیوها و ایردراپ های دیگه مطلع بشید حتما کانال ما رو توی یوتیوب و تلگرام فالو داشته باشین و اگر سوالی بود حتما توی کامنت ها و یا توی گروه پای کلاب بپرسید، حتما پاسخ خواهیم داد.